hummus میذاریم و همراه با hummus. سلام دوستان، روزتون بخیر. امروز میخوایم با همدیگه یه پیش غذای لبنانی به اسم hummus درست کنیم. برای تهیه این پیش غذای خوشمزه‌مون ما نیاز داریم به 2 لیوان نخود پخته شده، نصف لیوان آب نخود، یعنی از آب نخودی که پختیم از آبش برمی‌داریم میذاریم خنک میشه. نصف لیوان ارده کنجد داریم، یه قاشق چایخوری زیره سیاه و 2 قاشق چایخوری نمک، نصف لیمو ترش که اندازه 1-2 قاشق آب لیمو ترش تازه میشه، یه حب سیر و اندازه 2 قاشق پر غذاخوری روغن زیتون داریم. من 12 ساعت پیش نخودم رو خیس کردم و گذاشتم کامل به مدت 3 ساعت نخودم، یعنی باید کاملا پخته بشه. وقتی که پختن اومدم به خاطر اینکه میخوام پوست نخودامو بگیرم، فاصله بعد اینکه پختن ریختم توی آب یخ، یعنی توی این کاسه یخ ریختم، آب ریختم و نخودا رو بلافاصله بعد پختشون ریختم توی آب یخ که شوک داده میشه و به این حالت پوستشون راحت جدا میشه، چون میخوایم پوست نخودامون رو جدا کنیم. این برای کیفیت غذامون خیلی عالی میشه با پوستم به اصطلاح تو غذا ساز بریزیم، ولی چون میخوایم کیفیت هموسمون خوب باشه ما اینجا پوست نخودا رو میگیریم. بعد به این شکل پوست همه نخودا رو جدا میکنم و بعد ادامه کار. خیلی راحت پوستشون با این کاری که کردیم توی آب یخ ریختیم خیلی راحت جدا میشه پوست، هیچ مشکلی نیست. خب عزیزان، همینجور که میبینید من همه نخودا رو پوستشون رو گرفتم و الان میخوام که داخل غذا ساز بریزم. اردم رو اضافه میکنم و نصف لیمو ترشی که داشتیم اونم اضافه میکنم. بار دیگه با هم مخلوط میکنم، اینا رو دوباره بقیه مواد رو اضافه میکنم. خب سیرمون رو یه چند تا تیکه میکنم که کاملا مخلوط بشه. اینم از سیرمون. خب یه مقدار روغن زیتون داشتیم، 2 قاشق غذاخوری اینم میریزم و اینم آب نخودی که گذاشتیم سرد شده، یه مقدارش رو میریزم، بعد نگاه میکنم اگه لازم شد دوباره میریزم. فکر میکنم یه مقدار آب نخود نیاز داره، دوباره اضافه میکنم. اول این زیره و نمک رو بریزم که و دوباره این آب نخود رو اضافه میکنم. خب همینطور که میبینید هموس ما آماده است. همه مواد با هم مخلوط شدن و به صورت کرم مانند، یعنی خیلی صاف و یکدست و خوش‌طعم. حالا بریم که توی ظرف مورد نظرمون سرو کنیم. ببین باید به این حالت باشه، هم رنگش روشن باشه. این پوست چیزی که گرفتیم، نخودا رو گرفتیم، این باعث میشه که هم رنگش کرم تر بشه و صافتر باشه، موادمون زبر نباشه. خب من اینجا چند تا تیکه نون لواشم به صورت مثلثی برش دادم و روشون یه چند قطره روغن زیتون زدم و توی فر گذاشتم که به این حالت چیپسی در اومده. حالا این چیپسامونم کنار هموس میذاریم و همراه با هموس نوش جان میکنیم. به این شکل. خب دوستان، امیدوارم که از آموزش امروز ما خوشتون بیاد و درست کنید و لذتشو ببرید.